مقاومت، عزت، سرفرازی و اقتدار جامعه خود را هرگز با هیچ چیزی مبادله نخواهیم کرد. عزیزان از مجموعه‌های مختلف، چه در دانشگاه، چه در حوزه، چه در جاهای دیگر، حرفشان اینه که شما بدون لباس و معمولی در کوچه و خیابان بگردید یا احیانا شهر را برای مدتی ترک کنید. اما شعارم این بود، این عرض و خدمتشان کردم: بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. ما یک عمر سر سفره حضرت حجت نشستیم، یک عمر نان بیت المال را خوردیم برای اینکه در غم و درد و رنج ملت خود شریک باشیم. و افتخار میکنم به عمامه‌های خونین این عزیزان ملا امامه که هر روز به خون متبرک و مطهر خود غرق میشن و این افتخار ماست. از این نمی‌هراسیم، از این ترسی نداریم و همیشه در این قسمت بدون این که ذره دستمان به خون این و آن آلوده شه، اما مقاومت، عزت، سرفرازی و اقتدار جامعه خود را هرگز با هیچ چیزی مبادله نخواهیم. زمینه‌سازان حکومت جهانی